همه ما گاهی اوقات به این فکر میکنیم که آیا به چشم دیگران چطور به نظر میرسیم و ای کاش میتونستیم بهتر باشیم. اما باید این رو بدونیم که این تا حدی طبیعیه، اما وقتی زیاد بشه باعث میشه خودمون رو دوست نداشته باشیم و دنبال تایید دیگران باشیم و همین روند موجب فعال شدن بخش‌های مختلف مغزمون به اسم آمیگدالا، قشر پیش‌پیشانی و سیستم پاداش مغز میشه که وقتی حس میکنیم کافی نیستیم، آمیگدالا که مرکز پردازش هیجاناته بیش فعال میشه و اضطراب و نگرانیمون رو بالا میبره و از اون طرف وقتی اعتماد به نفسمون پایین میاد، قشر پیش‌پیشانی که مسئول تصمیم گیریه کمتر فعال میشه و نمیتونه هیجانات منفی رو مدیریت کنه. و از یک طرف دیگه وقتی دیگران ما رو تایید میکنن، یه حس خوشایند کوتاه مدت توی مغزمون تولید میشه و مغزمون یاد میگیره به نظر دیگران وابسته بشه و نتیجهش این میشه که حتی وقتی کار درست رو انجام میدیم احساس میکنیم کافی نیستیم، مضطرب میشیم و دائم در پی رضایت بقیه میدویم. اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که اولا این چرخه را باید داشته باشیم و یکم با خودمون بیشتر مهربان باشیم و موفقیت های کوچیکمون رو ببینیم و احساساتمون رو یادداشت کنیم و بدونیم که این حس توی دوران نوجوانی و جوانی طبیعیه.